اگه شما مثل من از جوشای صورتتون خسته شدین و نمیدونین چیکار کنین، تو این ویدیو با من همراه باشین. سلام، چطورین؟ من کیمیام. به منطقه من خیلی خوش اومدین. خب بچه‌ها، من اومدم اینجا که تجربیات خودم رو توی حدود 2 دوره از زندگیم بهتون بگم که چجوری جوشای صورتم رو کنترل کردم و تا حد زیادی نذاشتم که سوراخ بشه و جاشون بمونه و اینکه حتی از اینکه بخواد جوش بیشتری بزنم جلوگیری کردم. در مرحله اول باید بهتون بگم که عوامل بیرونی خیلی زیاد میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا من در مورد جسم خودم بخوام بگم، متوجه شدم زمانی که استرس میگیرم یا یه فشاری رو میاد توی زندگی، حالا یا توی محیط کارم یا خارج از خونه، داخل خونه، هر جایی، به صورت جوش صورت بیرون میاد. حالا من خیلی ها شنیدم تغذیه‌شون وقتی چیزای خیلی شیرین یا چیزای خیلی چرب میخورن جوش میزنن، یا وقتی در معرض آفتاب قرار میگیرن، چون آفتاب هم تاثیر داره. و در مرحله اول من به شما توصیه میکنم که اون ریشه روحی روانی رو پیدا کنید. یعنی ببینید که آیا شما هم مثل من وقتی که فشار روحی رو تحمل میکنید برون ریزی مشابه جوش صورت براتون پیش میاد، یا اینکه ببینید خوراکی هایی که میخورید، تغذیه و اون لایف استایلی که دارید میتونه روی پوست صورتتون تاثیر داشته باشه یا نه. من حتی جدیداً یه چیز دیگه هم که متوجه شدم، یه مولتی ویتامین من از ترکیه گرفته بودم که وقتی اینو مصرف میکنم متوجه میشم که بلافاصله جوش میزنم بیرون. حالا نمیدونم من یا به اون کل ویتامینایی که توی اون کپسول در واقع وجود داره نمیتونه، بدنم نمیتونه تحمل کنه، یا اینکه به یه بخشیش حساسیت دارم، نمیدونم. برای همین مصرف اون مولتی ویتامین ها رو هم متوقف کردم. بنابراین باید مدام به این فکر کنید که هر چیزی که مصرف میکنید یا هر تغییری که توی زندگیتون داره اعمال میشه، آیا روی جوش های روی صورتتون تاثیر داره یا نه. خب من براتون تعریف کنم. من سال کنکور شروع کرد صورتم به جوش زدن، در حدی که هر کسی منو میدید میگفتش که به چشم اومد، خیلی به چشم اومد. و بعد از اون که حالا من کنکور دادم و رفتم دانشگاه و اینا، تصمیم گرفتم که خب بیافتم دنبال این که حالا این جوشا رو جاشون رو از بین ببرم، یعنی اون سرخیشون از بین ببرم، خود دیگه جوشی نیاد و اینها، که به هم یه پماد ضد آکنه و یه تونر بدن که الان خود محصول رو ندارم، تموم شده، ولی خب عکسش اگه پیدا کردم براتون اینجا میذارم. به شدت تاثیر خوبی گذاشت. یعنی من اول تونر میزدم پوستمو، اول که پوستمو میرفتم میشستم، بعد تونر میزدم و بعد جای جوشم رو با اون پماد میذاشتم و شاید باورتون نشه در عرض فکر میکنم 3-4 ماه من پوستم صاف شد. یعنی نه قرمزی جوش داشتم، نه جای جوش داشتم، نه اینکه اصلا جوش زدم. اوکی بود تا اینکه 5-6 سال گذشت و من پارسال توی پاییز فشار کاری زیادی رو تحمل کردم. یعنی من همزمان 3 جا کار میکردم، از کارهامم از 3 جا آنچنان رضایت نداشتم و بیشتر البته فشاره بود و دنبال کار دیگه هم بودم و همون باعث شد که یعنی 3 ماه باعث شد که من جوش جدید بزنم و الان که 1 سال گذشته همچنان درگیر اون در واقع برون ریزی هم که اتفاق افتاده. حالا من محصولاتی که در طی این 2 بازه زندگیم استفاده کردم، البته بازه اول رو که بهتون گفتم، به جز اون تونر و پماده که بهتون گفتم، من ضد آفتاب قبلش اصلا استفاده نمی کردم، با اینکه جوشم نمی زدم. یعنی فقط اون استرسه باعث شد که من جوش بزنم. ولی به من گفتن که یعنی اون تونر و پماده که استفاده شد، به من گفتن که باید ضد آفتاب بزنی، ضد آفتاب ضد چربی، به خاطر اینکه خود چربی هم باعث میشه که پوست جوش بزنه. من خیلی شانسی در همون زمان رفتم داروخونه و گفتم که من اینجوری مشکلم و این ضد آفتاب دکتر ژیلا رو به من دادن و شاید به نظرتون جالب نمیاد ولی واقعا ضد آفتاب خوبیه. SPF 30 اگه اشتباه نکنم، آره، و اویل فریه. یعنی شما اگه جوش میزنید من این ضد آفتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم، خیلی خوب بود. یعنی بهتون میگم که من از 18 سالگی تا الان این ضد آفتاب رو استفاده کردم و اصلا جوش نزدم، از پوستم محافظت میکرد، چربم نیست، یه بافت
به این شکل داره. خیلی ضدافه خوبیه، خیلی دوستش دارم و بهتون پیشنهاد میکنم. خب میریم سر بازه دوم، یعنی پارسال تا الان من چه محصولاتی برای پوستم گرفتم و تازه الان به نتیجه رسیدم. حالا چرا از همون تونر و پماد اول، یعنی اون دوره 18 سالگی مینا استفاده نکردم؟ به خاطر اینکه دیگه مثل اینکه گفتن نمیدونم تولید نمیشه یا وارد نمیشه، یکی از این دو مورد بود، وگرنه اگه اونا بودن که دوباره میگفتم استفاده میکردم و خیلی ناراحتم که نیست. اینم بهتون بگم من در همون دوره شروع کردم به دیلی فیس واش، یعنی اینکه حالا یا قبل از خواب یا صبح وقتی که بیدار می شدم. آنتی پولوشن هم هست، یعنی ضد آلودگی. سینره. این محصول هم در واقع این فیس واش هم خیلی محصول خوبی بود. من یادم زمانی که اینو می خریدم، حالا خیلی هم دور نیستش، مثلا 5 سال پیش ایناست، ولی وقتی که اینو می‌خریدم یادمه اول 18,000 تومان بود، بعد کم کم شد 23 28 30 33 همینجوری رفت بالا. من سفارش میدادم میرفت قیمتش بالا، با اینکه محصول ایرانی من خب افزایش قیمت همیشه وجود داره خدا شکر. الان فکر کنم قیمتش شده مثلا 120 تومان، نمیدونم، ولی تایم زیادی استفاده میشه که یعنی شما هر روز هم اینو استفاده کنید فکر میکنم مثلا 2-3 ماهی براتون جواب میده. مثلا 6-7 ماه پیش خریدم 120 تومن، الان فکر کنم 170 شده، نمیدونم. خب حالا میریم سر محصولاتی که روی پوست من جواب ندادن. شاید باورتون نشه ولی اوردینری روی پوست من اصلا خوب جواب نداد. من تقریبا پارسال توی بهار 2 تا اوردینری نیاسینامید اسید 10% و زینک 1% رو از یه آنلاین شاپ سفارش دادم که برام از آمریکا بفرسته، یعنی دیگه انقدر تاکید داشتم که اصل باشه و خب حالا همه الماناش هم چک کردم و اصل، یعنی با این که از آمریکا گرفتیم ولی بازم چک کردم. 2 تا 60 میلشو گرفتم، یه 30 میل داره یه 60 میل، این 60 میلشه و خب به من گفتن که جای جوش رو از بین میبره، منافذ رو میبنده و کلا جوش رو کنترل میکنه توی صورت. متاسفانه اول این رو بگم که من توی بهار که سفارش دادم تقریبا 6 ماه بعد به دستم رسید، ولی متاسفانه اصلا روی پوست من خوب جواب نداد و میگم اینم باز به نظرم شانسیه و شاید روی شخص دیگه‌ای خیلی خوب جواب بده، ولی نمیدونم شاید آنچنانی که تبلیغات و برندینگ و مثلا قیمتش آدم فکر میکنه که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه نبود. من بدتر شد وزن، یعنی شروع کردم به این قسمت ها که جوش میزنم این محلول رو مثلا هر شب میزدم بعد از اینکه پوستمو میشستم و هر روز میدیدم که جوش بیشتری دارم میزنم. سرچ کردم گفتم که خب آره تو مثلا در حد 1 ماه که استفاده کنی این داره جوشایی که وجود داره و زیرپوستیان رو در واقع اصطلاحاً هورمون ریزی میکنه یا همچین چیزی بخوام بگم، ولی من 2 ماه استفاده کردم و دیدم همچنان دارم جوش میزنم، هیچ تغییر نمیکنه و اوضاع داره بدتر میشه. یعنی اگر که قبلا من داشتم جوشا رو حالا به لطف مثلا محصولات ساده تر و عامتری کنترل میکردم، این بیشتر داره صورت منو سرخ و سوراخ میکنه. در نتیجه یه 60 میل نو که دارم کامل، این 60 میل هم تا نصفش استفاده کردم و مونده، حالا دیگه نمیدونم. اگه شما استفاده دارین بگین که براتون بفرستم تقدیمتون کنم. من پارسال همینطور که در دنبال این بودم که خب اوردینری سفارش بدم، اینو بگم که جوشم کنترل کنم، یکی از دوستامم این درماتیپیک رو به من معرفی کرد که ضد جوشه، واضح نمیشه یا نه، این درماتیپیک کلا آنتی آکنه است و خب اینم مثلا اینجوری بود که باید پوستتو بشوری و بعدش مثلا روی جای جوشا بزنی. حقیقتا من اینو مدام استفاده نکردم راستشو بگم و یه دوره کوتاه مدتی استفاده کردم، خیلی جواب نداد برای من، کم جواب داد. حالا نمیدونم شاید که با محصولات دیگه قاطی پاتی میکردم، مثلا هم اینو استفاده میکردم هم اون استفاده میکردم، اینو نفهمیدم نتیجهش چی میشه. ولی این اگه برای شما جواب داده برای من بنویسید که من شاید شروع کردم اینم استفاده کنم. ولی خب میگم اون دوره کوتاه مدتی که استفاده کردم جوابی نگرفتم. باشه این ربطی به جوش نداره، این بلک ماسکه که برای در واقع جوشای سیاه میگن، سرسیاه میگن، چی میگن که مثلا روی بینی و اینا زیاده. اینو من خیلی رندوم از دیجیکالا گرفتم، برند سفداه و اوکی بود. من مثلا اینو
یه مقداریش رو روی قسمت بینی میزدن و بعد چند دقیقه خوش میشد و میکندن. اونجوری که باید تاثیرگذار نبود که حالا فکر کنید که واو الان جوشای سرسیاه همه بمیرن اینا، ولی یه حس خوبی میده، یعنی آدم احساس میکنه که داره. و البته وقتی هم جدا میکنی از اون لایحه میبینی که یه چیزایی رو کنده با خودش برده و بعضا آدم مدام اینو هم استفاده کنه نتیجهش رو میبینه. در کل محصول خوبی بود، با اینکه خیلی شانسی و رندوم و بدون پرسجو خریدمش، چون کلا محصولات پوستی و اینامو آوردم. یه چیز دیگه هم می‌خواستم بهتون معرفی کنم، اینم در واقع کرم شبیه همون روشن کننده در پوسته که من اینو به خاطر ترکای پوستیم گرفته بودم. یعنی من یه دورم رفتم دکتر پوست که ترکای پوستیمو کنترل کنم، متوجه شدم که کنترل شدن اون ربطی آنچنان به کرم پیشگیری و اینا نداره، چون من اون موقع دکتر هم برام کلاژن نوشت، هم یه سری ژل، یعنی پمادهایی بودن که حالت ژل بودن که روی ترک‌ها بزنم و اینم داد که کرم شبه، یعنی روشن کننده است. اینو برای خیلی‌ها برای صورتم استفاده میکنن. فکر میکنم که کرم شب هم یا کرم زیر چشم هم بعد از 30 سالگی میگن استفاده کنید. من حالا اینو استفاده نکردم هنوز، برای یعنی بجز اون استفاده که پزشک به من گفته بود. من یه محصول رو استفاده میکردم و خیلی ازش راضی بودم و اسمش پرودرما بادی لوشن که بعد از همه استفاده میکنم و اینجا نوشته که برای very dry skin. قشنگ فکر میکنم برای خودم. حقیقتا تنبلی میکنم هنوزم در استفاده از این، ولی خیلی تاثیر خوبی داره. یعنی باشه راستی من یادم اومد برندی که برای در واقع ترکای پوستی و حالت ژل تور بود استفاده میکردم سروینا بود. حالا عکسش رو تو اینترنت پیدا میکنم براتون اینجا میذارم. و روغن بدن هم برای حالا بعد از همون من خیلی پیشنهاد میکنم. این فیروز، این روغن بدنش خیلی خوبه. فقط خب یکم دردسری که داره مثلا با لوسیون فرق میکنه که یکم حالت چربی رو همچنان به خوش نگه میداره دیگه. حالا مثلا ممکن آدم لباسی بخواد بپوشه چرب بشه و اینها، یه مقدار این موردش اذیت میکنه، ولی خب وقتی که این لوسیون یا لوسیون دیگه ای رو استفاده کنید یه خب یکم راحت تره. باز من یه چیز دیگه ای هم گرفته بودم که اینه، اسمش هم یادم میره چیه، سنگ نمیدونم چی. این صوبا آدم وقتی که پوستش رو اینجوری در واقع لیفت میکنه بالا خیلی تاثیر خوبی داره، بعد یه حس خیلی خوبی داره و متاسفانه من اینم مدام استفاده نمیکنم. اینم که خب بالا وقتی که مثلا محصول پوستی استفاده میکنید این میتونه براتون خیلی خوب پخشش کنه و این محصول هم خیلی دوست دارم، خیلی به درد بخوره. مثلا من وقتی که این ژلای ورقه‌ای مرطوب کننده استفاده میکنم، حالا اونا رو تموم کردم، وگرنه از اونا هم تقریبا هفته یه بار استفاده میکردم. اونا رو میزنم روی صورتم و بعدش با این اسمش هم دقیق نمیدونم چیه صاف میکردم که حسابی جذب بشه. خب بچه‌ها کم کم میخوام برسم به محصولات اصلی که نتیجه خیلی خوبی رو برام داشتن. محصول اول این بی بیوتیه که من خودم اینو از ترکیه گرفتم، مال در واقع مجموعه‌های گراتیس بود. اسمش در واقع روز واتر خودشون نوشتن، یعنی مثلا آب گل رز ولی یا همون گلاب. بوش هم بوی گلابو میده، یعنی کاملا بوی گلابو میده ولی خیلی تاثیر خوبی داشت. یعنی من بعد از اینکه یه مقداری جوشامو کنترل کردم، پارسال بعد از اینکه خیلی جوش میزدم شروع کردم این تونر رو استفاده کردن. تونره و خب با این پدام باید استفاده بشه. خیلی خیلی خوب بود، یعنی هم اون حس شادابی به من میده، هم پوستم خب تمیز میکنه. خیلی ها به من گفتن که بابا این همون گلابه دیگه، الکی رفتی مثلا بگی من برند گرفتم و اینا، ولی نمیدونم احساس میکنم که این بهتر از گلابه. من چند وقت پیش دوباره خب دیدم همه این محصولاتی که شما الان دیدید تأثیری نداشتن، دوباره رفتم سراغ پزشک. خب یه محلول ساختنی ترکیبی برای من نوشت که واقعا نمیدونم ترکیبش چیه، ولی حس میکنم توش الکل وجود داره که خب اینو گفته بود که روی جوشهات بزن و متوجه شدم که جوشها رو خشک میکنه. یه محصول داروخونه‌ای دیگه هم وجود داره، اسمش رو یادم نمیاد، سرچ میکنم براتون اینجا میذارم. فکر میکنم مشابه همین عمل میکنه
ولی خب من این محصولم استفاده کردم قبلا، خیلی برام نتیجه بخش نبود، ولی این واقعا نتیجه داد. یعنی جوش تازه اگه بزنم سریع با این پدیاب حالا پنبه روش میزنم و تا فردا کاملا خوش میشه. البته برای من نوشته که 2 بار در روز استفاده کنم. من حالا بعضی اوقات 1 بار، بعضی اوقات 2 بار رو استفاده میکردم و واقعا نتیجه میداد. محصول سوم که پزشک به من داد این کرم مرطوب کننده درمالیفت مخصوص پوستای چرب و جوش داره که خب اون محلول الکلی که من استفاده میکردم پوست رو خشک میکرد و پزشک به من گفتش که وقتی که دیدی خیلی داره پوستت خشک میشه حتما از این آبرسان استفاده کن و در غیر این صورت لزومی به استفادهش نیست. فعلا در مرحله درمان اینه. ولی خب در واقع انقدر آبرسانی و اون رطوبت که میده خوب بود، من شاید مثلا هر موقع از همون بیام من استفاده کنم. محصول چهارمی که پزشک به من داد این ضد آفتاب بود. یه ضد آفتاب ایرانیه، با اینکه پکیج بندیش خیلی به خارجی‌ها میخوره ولی توی قشم تولید میشه. اسمش بیوتی اسکینه. اینم خب چیز SPF 50 اویل فریه، یعنی SPFش از دکتر ژیلا بالاتره و احتمالا خب محافظتش از پوست بهتره. فعلا الان 4 ماهه که از این استفاده من دکتر ژیلا استفاده می‌کنم. این یه بافت خیلی نرمتری نسبت به دکتر ژیلا داره. ببینین بوی خیلی مطبوع‌تری هم داره. و میریم سراغ محصول آخر که کاملا اتفاقی خریدمش. این محصول رو من زمانی که اوردینری استفاده میکردم و دیدم که هیچ تأثیری نداره سفارش دادم و خیلی رندوم، یعنی اینکه فکر میکنم حدود 900 تومن 1 تومن اینو خریدمش. در همون بازه که من اوردینری استفاده میکردم اینم استفاده کردم و بچه ها اینو واقعا بهتون بگم که به هیچ عنوان محصولات پوستی مختلفی رو با هم دیگه استفاده نکنید. من این کار رو انجام دادم، یعنی مثلا صبح با یه دیلی فیس واش پوستمو میشستم، بعد نمیدونم ضد آفتاب میزدم و تازه من آرایشنام نمیکنم آنچنان که مثلا پنکیک و کرم پودر رو اینا بزنم اصلا. بعد دوباره برمیگشتم فیس واش میزدم، تونر میزدم، ماسک آبرسان میزدم، خود آبرسان میزدم، بعد ضد جوش میزدم. خیلی قرقاتی استفاده میکردم و بدتر پوستم واکنش منفی میداد. حواستون باشه که روتین پوستیتون رو خیلی شلوغ پلوغ نکنید و سعی کنید یه سری چیزای اصولی رو همون رو حفظ کنید برای پوستتون و همون رو ادامه بدید. اما متاسفانه چون دوباره سیستم پوستیم به هم ریخت، الان دوباره درگیر این شدم که یه روتین دوباره ای رو پیدا کنم. حالا شاید توی این روتین دوباره مثلا دکتر ژیلا حذف بشه، این بیوتی اسکین اضافه بشه، خب تونرم هم تغییر کرد، اون روز واتر اضافه شد. این اون پمادیه که احتمالاً همتون دیدید و میشناسید، یه پماد کره‌ایه که فکر می‌کنم از نیاسینامید 5% نیاسینامید داره و کاملا گیاهی و وگنه. به شدت تاثیر خوبی داشتم اینو براتون حرف کردم. موقعی که با اوردینری استفاده کردم نتیجه نداد و اینم مثل بقیه گذاشتم گوشه و گفتم ای بابا اینم نتیجه نداد، بریم سراغ پزشک. خیلی تعریف از این شنیدم، یعنی از دوستای نزدیک خودم تعریف شنیدم که آره یه کمی تاثیر داشت برای ما. گفتم که خب الان یه کمی سرخیا مونده، چون پزشک به من گفت که سرخیای جوش به مرور زمان میره، ولی خب خود جوش رو با این محصولات میتونی کنترل کنی. بسیار عالی بود. یعنی من الان 1 هفته هستم اینو استفاده میکنم، جای جوشایی که مثلا 6 ماه مونده کاملا داره کمرنگ میشه، از بین میره و اینکه وگنه و خیالمو راحت میکنه که گیاهیه، خیلی خیلی حالمو خوب میکنه. من واقعا این پماد رو بهتون پیشنهاد میکنم برای جای جوش و سرخی ها. فکر نکنید که خود جوش رو خشک میکنه، نه، این صرفا برای جای جوش خیلی موثره و من حالا فعلا مرتب دارم از این استفاده میکنم هر شب بعد از اینکه صورتم فیس واش میزنم و احتمالاً تا مثلا چه میدونم 6 ماه آینده همین سرخیام از بین میره و خیلی نتیجه خوبی بهم میده. و در آخر محصولی که مونده در واقع فیس واش جدیدی که من استفاده میکنم، یعنی خب بعد از اینکه دوباره پوستم به هم ریخت من دیگه سینه رو هم استفاده نکردم و پزشک آنتی آکنه هم هست. فیس واش آنتی آکنه جنوبیوتیک یا ژنوبیوتیک رو به من معرفی کردن که خیلی خوبه، یعنی وقتی پوستم رو میشورم باهاش
به حالت فوم هم داره. این فوم رو کامل به صورتم میزنم و بعدش هم پوستمو میشورم، کاملا احساس سبکی و خنکی میکنم و خب حالا بعدش مثلا حالا یا تونر استفاده میکنم یا آبرسانم استفاده میکنم یا که اون محلولی که دکتر نوشته استفاده میکنم. میگم همه اینا رو قاطی با هم استفاده میکنم. مثلا من این دفعه فیس واش زدم، امشب این کره ضد آکنه رو استفاده میکنم یا فردا مثلا اون روز واتر تونر رو میزنم. نگرانم که خیلی میکس اینا با هم دیگه خوب در نیاد، در نتیجه محتاط‌تر عمل میکنم و سعی میکنم که به جای اینکه همه رو پشت هم استفاده کنم، هر شب یکی در میون هر کدوم رو استفاده کنم و فعلا ترکیباتی که برای من خیلی جواب دادن بجز اون چیزایی که پزشک به من داده. در نهایت بازم بهتون تاکید میکنم قبل از اینکه برید سراغ محصولات پوستی مختلف و حالا روتین های مختلف رو تست کنید، سعی کنید اون عامل بیرونی که داره باعث میشه جسمتون به این شکل برون ریزی کنه رو پیدا کنید. ببینید استرس دارید، خوراکی که میخورید چجوریه، آب حتما آب زیاد مصرف کنید. من خیلی آب میخورم، یعنی اولین چیزی که مثلا با کسی صحبت میکردم میگفتم جوش میزنم، میگه آب زیاد میخوری، میگم آره من واقعا آب زیادی مصرف میکنم. میگم شیرینی، شکلات، چربی ایناتون رو بررسی کنید ببینید چجور مصرف میکنید. استرستون، فشارهای روحی روانیتون رو سعی کنید کنترل کنید و در مرحله آخر برید سراغ این موارد. چون من این تجربه رو هم داشتم که خیلی محصولات پوستی خوب رو استفاده کردم ولی همچنان در تنش و استرس بودم و لایف استایل سالمی نداشتم. اما به محض اینکه اون بخش رو کنترل کردم، محصولات هم به نوبه خودشون نتیجه خوبی رو به من داد. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و برای اینکه ویدیوهای بعدیمو از دست ندین یادتون نره که کانالمو سابسکرایب کنین. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید.